استاد ختم کرده دانشکده راه و نقلات شهری مسکو می باشند که اونجا رو به ختم رسانیده، بین بعد به وطن آمده کار و فعالیت کردند. در دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان سالهای زیاد کار کردند و این دانشگاه چون زمان من در دوشنبه بودم، وقتی از حیاتی فعالیت استاد یک فیلمنامه آماده می کردم، از سخنرانی های همکسبان و شاگردانشان واقعا احساس کردم که نقش استاد در آبادی و پیشرفتی این دانشکده خیلی خیلی نظررس است و اون فیلمنامه ماهای نزدیک حتما بازم روی فیلمی براید و آنجا نیز بازم مکمل آشنا خواهید شد. و استاد نفری هستند که یکی از شاگردان بسیار موفق و کامیابی اکادمیک محمد سیف‌الدینویچ آسیمی می باشد. استاد شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. بار دیگر برنامه ما نامش همین خیلی در صحبتی صاحب دلان. شما نفری هستید که در برابر نقش، در برابر عالم بودن، عالمی در عمل، عالمی با عمل، نفری که هم در علم کار کردید و هم در همین رشته همون علم رو در عمل تطبیق نمودید. و من سخن پیش از همه از گوییم دورانی گوییم خردیتان آغاز کردن هستم، از خودی نامتان. من وقتی با شما هم صحبت شدم گفتیم استاد نامتان بسیار عجیب است، بوی پاچو. میخواستم از تاریخ همین گذاشتن نامتان برای بیننده ها چند سخن گفته باشید. نام من رو پدرم گذاشتن، میخواستن که نام بابای من گذارم. نام بابای من میرهیم بوی پاچو بودگی. وقتی که بیشتر تولد نشود نام میرهیم بوی مانند یکم فرزند وفات میکند، دیگه فرزند وفات میکند. وقتی که من به دنیا میایم خویش و تبار بابایم پدرم میگن که این نامی میرهیم بوی این بچه من برداشته نتوانست. نام میراثی. نام میراثی. همه بیایتون همین نامی بوی پاچاش میمانیم. دارین که خدا همینه نگاه دارد و عمرش دراز کند و نام یک چیزی نام بابایش رو گیرد. برای تکامل یافتن من، برای به همین عرصه گردی انژینیرای و علمان ساحه نقلیات داخل شدنم یک قدر ممکن که خاراکتری منو وابشه زندگانی من از دوری بچگی حالی گفتید مو بچه های دوری جنگی خیلی هم عذاب و عقوبت و رسواگی و نارسایی های دوری جنگ گذرانیدگی و همون قینیگاه مشکلی ها که در همون دوره بود، از آن جمله نبودنی همه موادهای زندگی و دیگر چیزها، گرسنگی ها به ما تاب آوردگی. وقتی که همین مکتب ما تمام کردیم، جنگ بزرگی وطنی گرچندی تمام شده بود و خلق سویتی غالب آمده، پیشروی های از نو بعد جنگی به وجود آمده بود، لیکن خاراکتری ما و حیات زندگانی آینده ما هم نقش بستگی. خب برای بیننده ها یک چیز میخواستم روشن میکردید که مثلا همین خصلت هایی که مثلا زمانی بچگی واقعا زمانی دشوار بود، چون که همه چیز برای فرانت و همه چیز برای غلبه این شعار بود و همه مثلا موادهای غذایی پیش از همه اول برای تامین غلبه فرستاده میشد و اینجا مثلا به هر صورت مردم مشکلی داشتند، مشکلات گرسنگی هم بود. من برای چی اصلا این گپ سر کردم؟ البته که همین در مشکلی ها ما آب یافتیم، در آینده زندگانی ما چیزی که گفتم نقش بسته به همون مشکلی هایی که پیدا می شود، ما المیخیل چنامش رفتار و کردار خود رو با همون موافق میکردیم. هم تا از خاطر که گویم اگر این مشکلی ها شما رو جان سخت کرد. تشکر. نباید که من همون بچه‌ای که در همون وقت داشته بودن و در همون دوره تربیت یافتن به همه ما نقش بسته بود و هم تو اگر عاقب نگاه کرده من به هم سینفونی خودم نگاه کنم، به همون هم سالهای خودم نگاه کنم، همه اونها و زندگی خیلی هم
موافق شده بودن با زندگانی سخت با زندگانی در آینده میشدگی نگاهشون تماما یک قدر دیگر بود نگاه ما به زندگی نگاه ما به خوندن نگاه ما به گرفتن معلومات نگاه ما هدفهای ما برای معلومات عالی گرفتن هدف ما برای معلومات عالی انژینری گرفتن برای که ما علاقه فهمید بودیم هم وقت بعد از تمام کردن بعد از تمام کردن مکتبیان فهمیدیم که برای پیشروی تاجیکستان ما برای پیشروی دولت ما باید که انژینرها چنانش بسیار باشد چون زمان ساختمان سوسیالیسم بود ساختمان دوری چنانش هدفهای سوسیالیستی هدفهایی که در هم وقت داد میخواستیم که دولت ما پیش قدم باشد از دیگر دولت‌هایی که دولت‌های کپیتالیستی بود از آنها پیش گذرد تیزتر پیش گذرد و از همین سبب در همون وقت تمام کنندگان مکتب‌های میانه به مکتب‌های عالی تکنیکی بسیار می‌دارند و همون وقت هم کنکورس‌های درآمد به مکتب‌های عالی تکنیکی خیلی هم کلانتر بود نظر به همین دوره نظر شما مسکو رو انتخاب کردید مکتب رو البته انتخاب کردیم مکتب عالی انستیتوت راهی اتومبیلی مسکو انتخاب کردیم به اونجا داخل شدیم و بعد از تمام کردن مکتب عالی به ما راه دادن به انستیتوت پلیتکنیکی تاجیکستان این هم باشد با تکلیفی استاد ما یکی از بزرگان تاجیکستان محمد قاسمی اون وقت راهبری انستیتوت پلیتکنیکی تاجیکستان تعیین شده بودن و برای تیار کردن کادرهای معلمی به انستیتوت پلیتکنیکی برای کافتکوبی متخصص‌ها و تمام کنندگان مکتب‌های عالی در مسکو، در سویردلوف، در لنینگراد، در دیگر شهر و ناحیه‌های مسکو یو رسیه برای کافتکوبی آینده کادرها برای انستیتوت تکنیکی رفته بودن. ما به دعوت کرده تحقیق کردن که ما به انستیتوت تکنیکی معلم شده به همین خلاف شد. تشکر. بیننده‌های ارجمند در صحبت ما استاد بویپاچا فتحی‌دینوف اشتراک دارند. یادآورش هستم که وقتی ما زمان تهیه این فیلمنامه با استاد که بیشتر هم صحبت شدم بیاسته به منزل استاد رفتم و محیط اویلوی استاد از نزدیک شناس شدیم و احساس کردم که یک سببی همین سلامت بودن و اینقدر یک انسان خوش صحبت بودن و خوش ذوق بودن و یک همیشه در حرکت و فعال بودنشان این از عائله بسیار نمونه‌ای داشتنشان است و همون صحبت من استاد گفتم که به روسی گفتم که استاد که за каждую успешной мужчиной стоит сильная женщина. بعد استاد گفتن که نه сильная نه умная женщина. من میخواستم صحبت ما اطراف انمی که استاد انکون همون سخنی که شما گفتید تفسیر کنید. خیلی البته من خیلی خرسند از حیات اما که خدا به من زنی همین مکرم خان زنی من داده است این با هم سببکار اکوی من ترسون فتحی‌دینویچ مادری من که همین خیلی زن رو با من یافته با من پیشکش کردن با من کس خانوادار شدم زن من دکتری نامدار دکتری درجه عالی به ساحه عصب در شهر دوشنبه خیلی خدمت‌های کلان کرده است مدیری شعبه نورولوژی больницы کلینیکوی شهر دوشنبه بود اوریجش خیلی هم بلند بود لیکن در خانه مکرم خان البته اسبه سلامتی من اسبه سلامتی فرزندان ما
اسپی مهیا کردنی همی سطحی بلندی زندگی برای مرد همچون زن هم وقت بود و تا حالا خدا شکر که دوام کرده ایستاده. من یگانه میگم که همین درباره اون که من به همیشه عمری دراز دیدن ما خیلی سلامتی حاضر داشتن ما البته مکرم خان زنی من سی ارزنده دارد و گم که چندین بار در همه معرکه ها در همه برآمد ها در کجا که نباشد من ایساری چنامش سپاسگزاری خودم رو بزنم میگم. خیلی ممکن که این من وقتا که درباره مناسبتی زن و شوهر گپ میرود میگم که البته این از دو طرف البته اصلا رسوی اول از مناسبتی زنم به من هم با اون کس حرکت کردم که مناسبتم رو به سطحی بلندی همچون مرد تشکیل کنم و از همین سبب شکرانه من تا امروز اتفاقانه به یکان پرابلم های علایده زندگانی کردم. دیدم خیلی بسیاری ها تعریف میکنم ما به این خرسند. من نیز در خطور این همون تعریف کننده ها گپ در سری یک نکته دیگر استاد من وقتی با معلم همسری مهربان شما هم صحبت شدم معلم یک نکته بسیار عجیب گفتند که از روز اولین زندگی من خاراکتری شوهرم رو آموختم و فهمیدم که ما باید خصلت‌های ما سازش کند و واقعا هم این خصلت‌های ما سازش کردن و بسیار خصلت‌های شما یادآور شدن گفتن که انا همون چیزهایی که خصلت‌های راست گفتن راست بودن راست زیستن از خصلت‌های همسری مهربان من است و من نیز انا همین چیز را خودم که خواهان بودم انا همین ما توانستیم که در فرزندانمون دهیم گفتم. تشکر. همین من گفتنی که ما با فرزندانمون همین کار رو چیکار هدایت کردگی گفتگی فهماندگی و همون که رفتار و کردار هم آنها هم به فکر من دارند لیکن افسوس که در گرد و اطراف در زندگی ما بسیار در همین جاده کمبودی های کلان میبینیم در مناسبتی آدمان یاش همین نظر اندازید حال در همین رسو خیلی جدا شوی ها بسیار شده است. همین از اون که به خراکتری یکدیگر موافق شدن رو بعضا نمیخوان. بعضا خراکتری یکدیگر موافق شدن خصوصیت های یکدیگر رو درست آموخته با اون موافق شدن رو نمیخوان. از زندگی زن و شوهر اساس زندگی زن و شوهر این موافق شوی خصوصیت های یکدیگری به یکدیگر همین نشود زندگانی شیرین نمیشود زندگانی تلخ میشود و آینده آنها خیلی هم متشنج میشه. تشکر استاد. واقعا یک درسی بسیار نصیحتی استاد برای اون جوانان نفرانی که حتی در آینده نیتی خانه‌دار شوی دارند بسیار پر ارزش است به خاطر آنه که استاد نفری هستند که تجربه زیاده از نیم عصری اویله داری دارند. نفری هستند بله زیاده از این عصر گفتم بله 60 سالی اویله داری دارند. نفری هستند که صاحبی فرزند نبیره ابیره ها هستند و همه آنها رو در انهمین روحیه که مثلا وقتی من در خاندانشان بودم من احساس میکردم انهمین مناسبت رو انهمین فضا رو احساس میکردم که انهمین از یک نسل به نسل دیگر گذشته. من فکر میکنم شاید در گین ها جای شده است انهمین چیز استاد که مثلا فرمان بردار شدن یا صبر کردن یا شنیده توانستن این خم شدن و پس شدن نه انهمین چیز فرقش یافتم دوشون استاد. شما همین فکر به چندش دارد؟ من فکرم در حقیقت همین خیلی این دوست داشتن فرمان بردار شدن این دوست داشتن این خرسند بودن همین خرسند بودن این چی نامش از حیات
وی کلان گرفتن удовольствие گویم ها بله گویم کیفیت برداشتن کیفیتی کلان گرفتن از حیات در همین فهمیدن در کار باید دیگر موافق شدن باید دیگر خصوصیتی دیگر رو آموختن خصوصیتی دیگر رو انیخ کردن و همون نگاه کرده و خصوصیتی دیگر نگاه کرده راه گشتن راه ماندن زندگانی بردن اصلا دیدن در کار چون که در حقیقت هم بعضی ها فکر میکنن که اگر وای آدم مهربانی کلام کند این از وای خودش پس گرفته گویا لیکن مهربانی کردن این برای مرد مردگیش نشان میدهد فقط مردی بتون میتواند مهربانی تو سطح درجه بلندش برد مردی بتون میتواند همه وقت نه بلکه در اویله بلکه در اون حیات هم همیشه بله بله در حیات هم همیشه هم کسبان شما از جمله این چیز رو این نکته رو تاکید کردم همین یکدیگر رو و چنامش دوست داشتن و یکدیگر به مناسبتی نخ کردن و یکدیگر رو ترنم کردن در یک نداشتن در کار برای اون که یکدیگر ترنم کنند بله کلمه های بعد میگن که این نادرست یعنی نیه من همیشه میگم فقط دستو رفیق و خیش و تبار و یار دسته هم وقت در گیرتون جمع کرده هم میتوانید بله اگر شما همیشه یکدیگر به دستتون به خیش و تبارتون به همکار رو دست ندارید و به توجه کردن نتوانید اون وقت البته آدم هم توجه نمیکنم درست تشکر از یک طرف خیلی میگن که دنیا ترازو چقدر که شما کنید حتما همون چیزی میبینید همون چیزی البته میبینید خود بماند یک میگوید که چیزی که کشتید همون رو میبینید تشکر من یک نکته رو از شما در موردی همون تحصیل پرسیدنی هستم آغاز سالهای 60 آغاز کاری کاری شما بود مثلا همون تحصیل در مسکو استاد شما بیرون از گویم زادگاه مثلا دوری مسافرت شما تمام کردید و کار رو در وطن در زادگاه در تاجیکستان آغاز کردید و مثلا تو به این درجه آمده رسیدید فقط در فکر اون بودیم که تستر تمام کنیم تستر معلومات گیریم تستر رفته کار سر کنیم و همین خیلی هم شد آمده بعد از آن که به تاجیکستان آمدیم به انستیتوت پلی‌تکنیکی رفتم در آنجا با طلبات زمان من یک بار هم انستیتوت پلی‌تکنیکی تاجیکستان کار کردم هم مؤسسه نقلاتی اتومبیلی همچون سر انجینیر کار کردم فکر اندیشم فقط در اون بود که برای نوشوی استحصالات برای بلندبرداشتن سطح کاری نقلیات حصه های خودمون رو گذارم و در دل یک باید داشتم چی میگید؟ شوق بلند داشتم که باید که همین ما انستیتوتی اتومبیل راهی شهر مسکو تام آمدن ما معلوم شود که ما سطح بلندی دانش گرفت آمدگی از مسکو از این سبب در انستیتوت پلی‌تکنیکی حرکت میکردیم در سطح بلند گذاریم و از دیگر طرف در استحصالات یک زمره پیشنهادها تکنولوژی نو کارهای نو تشکیلی کاری نو رو با اونجا وارد کردن به حرکت کردیم و همین خیلی هم شد و در مابین 2 سال چند نویگیری ها در استحصالات وارد شد و همین وارد شدگی تکنولوژی نو من با اون چیزامش جواب کرد که بس پیرانتو بذارم و ما میگذاریم به سوالی هم که مثلا حتی زمانی گویم فعالیت در گویم انمان مؤسسه نقلیاتی و همزمان در فعالیت در دانشکده پلی‌تکنیکی زیر رهبری استاد محمد عاصمی کار کردید
و حتی چند حالتهایی بود که مثلا به شما گویم مقام وظیفه های بلندتر رو پیشنهاد کردن، اما شما راه علم رو انتخاب کردید با هدایت استاد. البته وقتی که من اسپیرانتوری و اسپیرانتوری امتحان رو burada oldum. من رو به شعبه نقلیاتی تک پارتی دعوت کرده و من مسئول گذاری کردم که ما شما رو به دورنسی معاون وزیری نقلیات توسعه دادنی. شما با این چی میگویید؟ من البته این به من شرف بود اصلا، لیکن من گفتم که من آخر اسپیرانتور اقدام دادم، امتحان دادم، من уже قبول شدگی به اسپیرانتور. احمد جان اسماعیل شما وقت نده مدیر شعبه کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان، مدیر شعبه حزب کمونیستی تاجیکستان احمد جان اسماعیل بودن. گفتن که خیر ما میدانیم شما همین خیلی کارهای خیلی هم نمایان کردید در مؤسسه نقلیاتی رقمی شهر دوشنبه، همه شما رو شناخته است. در استحصال کار کردنم این هم یک علم هم به نظم شد اگر شما بازی گیتید. گفتم خیر یک فکر بیانم ترکیه مسئله کنم نباشد. گفته برامده از زینپایی کمیته مرکزی برامده ایستم از پایان به بالا استاد آسیمی برامده دیدم. من نمیدونم خداحافظتان می خداحافظتان می سانی همه باید پاشا اینجا چکر گشتی. سالی من حادثه شدگی نقل کردم گفتم که همیشه گاو گفتم که باید پاشا شما رفته اسپیرانتوری تام کنید، حمایتی رساله ختم کاندیداتی را کنید، رساله نامزدی را کنید. شما همه این دارنستا کفته میگردد. حرکتی فرامدام خانه آمدم اکام رحمتی اکام مادر حرکتی هم همشون توضیحتن که البته رفته تام کر بیا اسپیرانتوری. پامی من اسپیرانتور رفتم تام کر آمدم. من یک چیز قید کردنی که من در تمام عمرم در تمام عمری همین کاری خودم اسپی دارنس شدگم نیستم. اسپی وظیفه نرفتم. همین وظیفه کلمه وظیفه و چرامش من یگم وظیفه و شکاری هدف کردی تلاش کردی نیستم. من ایران میگم که من وزیری و اوکازی پرزیدنت شدگی اوکاز درباره آنکه من تعیین شدگی وقتی دوره‌های آخر به سالی 91 لیکن همون بیان رفتم. همه افسوس کردن همون وقت در همون وقت کارگروی من کارگروی که با من هم وقت سر کار داشتن افسوس کردن ندرست کردن. لیکن البته که من با یک چی میگه پرینسیپای خودم با پرینسیپای خودم از اون سبب که به بعضی کارها راضی نبودم من راضیگی به خودم رو به شنامش وزیری ندادم. و مثلا چیزی که من در آغاز گفتم در موردی مثلا همین اینم یک ارزش گفتی رسول سن است. مثلا شما همین چیز ارزش همین علم به خواندن گذاشتید. مثلا امروز جوانای وقتی با مشاهده میکنیم خیلی اصلا این واقعی جوانای مثلا گویم کمبودشان رو گفتن نه، این یک همیشه یک روندی هست که امروز مشاهده میکنیم همین ساحه ها بیان جوانو بیشتر میخوان تیز با موفقیت نائل شوند، تیز با یک زمین بلند رسند. تیز با موفقیت اول فهمیدن که موفقیت چیست.
به فکر من یک منصب گرفتن یا منصب بنوی شدن این موفقیت ممکن نیست. موفقیت نابوده نمیشود. موفقیت این همون وقتی که هر یک آدم در کجایی که کار میکند محصول کارش برای بهتر کردن زندگانی، برای بهتر کردن استحصالات، برای بلند برداشتن سطح تکنیکی تکنولوژی کار، برای بلند برداشتن سطح زندگانی خلق به همین نوعی شده تواند، به همین یاردم داده تواند و همین رو تشکیل کرده تواند، همون وقت موفقیت میشود. خود یک منصب گرفتن، یک منصب وظیفه گرفتن و منصب گرفتن این موفقیت من حساب نمی کنم. یعنی موفقیت این اگر نقشی همون کار باشد که از همون نقش مردم بهره ور شود. همون موفقیت همون وقت موفقیت که اگر وای از دیگران که در همین کار کرده میتونستند و با مقایسه این سطح بلندی همونجا تشکیل کرده تواند، یعنی که تامین کرده تواند. همون وقت این موفقیت در از همین عبارت به فکر من از همین عبارت. تشکر. و ما سخن از جوان آغاز کردیم. من یک سوال معمولی برنامه که من این لحظه شما رو جوانانی و یک شوق تماشا کرده شدن، برای آنها چی سه مصلحت مهم، سه پند مهم میدادید که برای زندگی من بعدشون، چون آنها زندگیشون رو امروز بنیاد گذاشته شدن، راه زندگیشون رو معین کرده شدن که با کدام راه روان و چگونه به کامیابی ها مشرف شدن. چی مصلحت میدادید استاد؟ من البته همچون آموزگار همه من پیشروی حیات و زندگی و من موفق بودن و یعنی که خوشبخت بودن فقط در سطح بلندی دانش می‌دارم. از همین سبب باید که جوان‌ها باید که حرکت کنند، دانش آموزند و سطح دانش خود و ملکی خود رو حرکت کنند بردارند. در همون وقت آدمای دانشمند از همین قدیم و از قدیمترین تا امروزه هر کس که دانش دارد و آدمی سطحش بلند می شود و عزت و ابرویش بلند می شود و زندگانیش هم من میدونم که البته موافقم بلند می شود. این یک کمش. دیگرش باید که هر یک انسان همون وقت به انسانی کامل شده می شود که اگر وای حقوق ویران کنی و قاعده ویران کنی برای خودش ناموز داند. در اون وقت چنانچه آدمی در جمعیتی که وای زندگانی میکند قاعده هست، قانون هست، چنانش رفتار هست، کردار هست، همه ها رو باید که مرام خود داند که ویران کنی قانون در کدام جمعیتی که وای زندگانی نکند، ویران کنی قاعده های در همونجا قبول کرده شده، این به هر یک آدم ناموس شده. و من یک چیز میگویم، این هر روز در کوچه در مناسبتی هر روز اگر موافقه کنید همین در زندگانی مویه یکی زندگانی یکون دولت‌های خیلی پیشرفته، دولت‌های خیلی پیشرفته که در اروپا این گرمانیا، یکی در بلژیک، یکی نیدرلند و هاکذا قانون شکنی در همونجا خیلی هم ناموزی کلاس میداد. قانون شکنی پرکتیکی نیست. برای همین هم وقتی که خلق همین به راه نداد پیشروی وای خلق تامین می شود. فقط در نتیجه و چرمش همین ذکرم پاسپورت شدن قانون رو رعایت کردن قانون پیشروی جمعیت رو تامین میکند. برای همین دویم
چنامش نصیحتی من این با قانون شکنی ویران دادن، قانون رو رعایت کردن، مرومی هر یک خلقی باشه داشته کنه. سیومش این البته برای آنکه هر یک آدم خوشبخت باشد، برای آنکه هر یک آدم با موفقیت های کلان نوع شود، این زندگانی تنجی خاندان در خاندان تشکیل کردن زندگانی، تشکیل کردن مناسبت، همین رو باید که هر یک آدم به خودش ملک کرده گیرد که باید که در خاندان تامین کردن تنجی امانی خاندان، تنجیگی امانگی خاندان، این تنجیگی جمعیت. برای همین باید که هر یک انسان باید که حرکت کردن ذکر برای تامین کردن تنجیگی در عائله. همین شدگر البته وای عائله موفق میشد، البته وای عائله به سطح بلندی خوشیگی زندگانی و مناسبت های نزد عائله داری میرسد. اگر خوشبخت باشد و آدم در ایستی سالوت و در دیگر جایها هم به موفقیت های کلان میرسد. خانهش تیج باشد اگر و رفته کارش در ایستی سالوت و در خواندن و در دیگر چیزها چنان شده میکنه. الان شما گفتید. تشکر زیاد استاد بویپاشا فتیدینوف. نه تنها نفری که برای ما شناس هستند، اینچنین نفری عزیز هستند، چون رهبری رئیس ریاستی شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم دکتر علم‌های اقتصادی پروفسور اسرار علی جانویچ اورونوف، یکی از شاگردان سرسپرده استاد عزیز بویپاشا فتیدینوف هستند، چون زیر سرپرستی استاد اسرار علی جانویچ اورونوف کار علمی خودشان، رساله نامزدی خودشان رو نوشته، در دوشنبه زیر سرپرستی استاد حمایت کرده به درجه نامزدی علم رسیدند و همچنین امروز از شمار شاگردان استاد زیاد از 5 نفر آنها علاقه مقام تا مقام دکتر علم و مقام پروفسوری رسیدند که این هم شرفی به استاد است، به خاطر آنه که همه آنها از استاد گرفتند و امروز در زندگی خود، در حیات خلق، در حیات ساهای خواجه خلق اون علم خود را به عمل تطبیق کرده ایستادند. و در فرجام برنامه باری دیگر از استاد اظهار سپاس میکنیم که دعوت تیم ما را پذیرفتند. بنابر همین استاد به شما عمری دراز، صحت و سلامتی، موفقیت های نو به نو باشد که از بودن شما، از هستی شما ما همیشگی بهره‌ور باشیم و از مصلحت های شما همیشگی ما برای فعالیت هر روز ما کار گیریم. تشکر برای اشتراکتان. بیننده‌های ارجمند، با همین مضمون برنامه نوبتی در صحبت صاحب دیلان را حسن انجام میبخشیم. خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید.